در حدود 1000 سال قبل از میلاد مسیح پیامبری در بلخ ظهور می کند که او را زرتشت می نامند. او آیین یکتاپرستی را به پادشاه بلخ معرفی می کند و با کمک همین پادشاه آیین زرتشتی به سراسر اقلیمش رسمی می گردد. کتاب این پیامبر اوستا نام داشت که در آن از 16 شهر آریایی نام برده شده که به احتمال زیاد ساکنین این مناطق زرتشتی بوده باشند. زرتشت تمام این سرزمین را آریانا نامیده است که در آن شهرهایی چون ساغد، مرو، بخدی یعنی بلخ، میمنه، بادغیس، هرات، کابل، پکتیا، غزنی، قندهار، هیرمند، بدخشان و بامیان قرار می گرفتند. پس با این حساب قسمت وسیعی از سرزمین افغانستان زرتشتی بوده. پادشاه بلخ در آن زمان شخصی بود به نام کستاسب که بعد از قبولی آیین زرتشتی در قلمرو خود آتشکده ها بنا کرد که از بزرگترین و مهمترین این آتشکده ها آتشکده نوبهار را میتوان نام برد که در بلخ واقع شده است. آتشکده بلخ بعدها یکی از مراکز بسیار مهم دینی و مذهبی گردید، طوری که از نقاط مختلف کشور برای زیارت به آنجا می آمدند. آتشکده نوبهار مورد احترام قرار می گرفت و آن را با حریر سبز می پوشاندند. آتشکده بعدی در ولایت بغلان و در شمال شهر پلخمری ساخته شد که به نام آتشکده سرخکوتل یاد می شد. آیین زرتشتی صدها سال دین رسمی مردم افغانستان و ایران بود، طوری که در زمان هخامنشیان نیز دین رسمی و مورد قبول پادشاهان ایران قرار گرفت. پس از سرنگونی شاهنشاهی هخامنشی پیوند نزدیکی میان باختر و هند برقرار گشت. آیین رسمی شاهنشاهی موریای هند بودیزم بود و نزدیکی افغانستان با هند باعث شد آیین بودایی وارد افغانستان گردد. بودیزم برای نخستین بار در سال 305 پیش از میلاد که امپراتوری اسلواکی یونان با امپراتوری موریای هند دست به همبستگی زدند به افغانستان رسید. باید در اینجا یادآور شد که هخامنشیان را اسکندر مقدونی شکست داد و تمام قلمرو آنان را تسخیر نمود. اما بعد از مرگ اسکندر سرزمین‌های او میان سردارانش تقسیم شدند که افغانستان و ایران به اسلوکوس اول رسید که به نام سلوکیان نامیده می شدند. همچنان در سال 26 پیش از میلاد پادشاه هند به نام آشوکا که دین بودایی داشت پیام آورانی را برای ترویج بودیزم به سوی بلخ و قندهار فرستاد. با از میان رفتن سلوکیان و روی کار آمدن شاهنشاهی کوشان آیین بودیزم رونق بیشتری پیدا کرد. کانشکا در سال 127 میلادی قدرت را در بلخ به دست گرفت و قلمرو کوشانی ها را بسیار گسترش بخشید. او قسمت های وسیعی از هندوستان را تسخیر کرد و امپراتوری کوشانیان را بنا نهاد. کانشکا بعدها به آیین بودایی علاقه پیدا کرد و به این دین روی آورد. در عصر کوشانیان بود که مجسمه های بودا ساخته شدند. او یکی از مهمترین شخصیت های تاریخی بوداییگری است. فتوحات او باعث گسترش بودیزم شد و بوداییگری را به دین رسمی راه ابریشم بدل ساخت. همچنین ورود کوشانیان به قسمت غربی چین راه را برای ورود این دین به چین هموار کرد، طوری که نخستین ترجمه های آثار بودایی به زبان چینی در این دوره اتفاق افتاد. آتشکده نوبهار بلخ که روزگاری یکی از مکانهای بسیار مقدس زرتشتیان بود به معبد بوداییان مبدل گردید و زیارتگاه آنان شد. همچنین این پرستشگاه به عنوان کانون یادگیری بودایی آسیایی میانه صدها سال فعالیت کرد. در کل مردم افغانستان ابتدا زرتشتی و بعدها به آیین بودایی گرویدند و افغانستان را میتوان سرزمین بودایی زرتشتی دانست. مردم در برابر مجسمه های بودا به نماز می پرداختند و متولیان و نگهبانان معابد بودا را برمک می نامیدند. پس از ورود اسلام به این سرزمین و در دوره حکومت اموی ها معابد زرتشتیان و بوداییان از فعالیت باز ماندند و یا تبدیل به مسجد شدند و عده زیادی هم تخریب گردیدند. معبد نوبهار بلخ به صورت مسجد درآمد و نام مسجد 9 گنبد را کسب کرد، اما در نتیجه تهاجم چنگیزخان مغول تمام آبادی‌های بلخ به همراه این بنای تاریخی که در آن زمان مسجد جامع شهر بود ویران شد. امروزه فقط چند ستون از آن باقی مانده و یکی از دروازه‌های ششگانه جنوبی شهر بلخ به نام دروازه نوبهار یاد می شود. ممنون که این ویدیو را تا اینجا تماشا کردید.
اگر از این قبیل ویدیوها خوشتان میآید لطفاً کانال ما را سابسکرایب کرده و با لایک ویدیو از ما حمایت کنید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.